در دل کوهی بلند مرد جوانی به نام آریا زندگی می‌کرد که در کودکی آرزویش بود روزی در مسابقه سنگ‌نوردی بزرگ کشور بر فراز بلندترین صخره بایستد، اما یک حادثه در نوجوانی پایش را آسیب زده بود و پزشکان گفته بودند دیگر هرگز نخواهی توانست بالا بروی. سالها گذشت. آریا در کارگاه چوببری پدرش مشغول شد، اما درونش همیشه صدای نجوا می‌کرد: تو هنوز می‌توانی. هر روز در سکوت شب تمرین‌های فیزیکی و ذهنیش را با درد انجام می‌داد. او دیگر به اطرافیان نمی‌گفت چه هدفی دارد، زیرا نمی‌خواست باور محدودشان مانع شعله درونش شود. توان پاهایش کم کم باز میگشت، اما نه فقط به خاطر قدرت جسم، بلکه از ایمان درونی که مثل آتش زیر خاکستر لحظه به لحظه شعله‌ورتر میشد. روزی که دوباره نامش را در فهرست شرکت کنندگان مسابقه دید، همه مردم حیرت کردند. مسابقه شروع شد و در میانه مسیر تمام بدنش از درد میسوخت، اما ناگهان چیزی در ذهنش روشن شد. تصویری از خودش هنگام تمرین، زمانی که هیچ کس جز خودش به او باور نداشت. در همان لحظه آریا یاد گرفت که قدرت درون یعنی شنیدن صدای آرامی که تنها خودت میشنوی. حتی وقتی دنیا فریاد میزند نمیتوانی، با آخرین نفس قدم دیگر برداشت و بر فراز بلندترین صخره ایستاد. باد سرد کوه به صورتش خورد، اما او میدانست تنها چیزی که او را به اینجا رسانده نه عضلات بلکه نیرویی بود که از درونش برخاسته بود، شعله‌ای خاموش نشدنی. از آن روز آریا گفت جمله‌ای که بعدها الهام بخش نسل‌های بعد شد: ما با اراده‌مان نمی جنگیم که برنده شویم، می جنگیم تا بفهمیم هنوز زنده ایم. ما با اراده‌مان نمی جنگیم که برنده شویم، می جنگیم تا بفهمیم هنوز زنده